بسم الله الرحمن الرحیم. درس 26 کلید 13 نتایج دشمنی توحید در آخرت. در قسمت نتایج دشمنی توحید در آخرت، بسم الله الرحمن الرحیم، کسایی که با توحید مخالفت میکنن طبعا نتایج سختش هم درس گذاشتم ما شما خوانیم که در دنیا میبینن و نتایج سخت دیگه ای که در آخرت نصیب از اونا میشه که از کجا شروع میشه؟ از قسم اولش، از مرحله اول آخرت که جان کندن است، چون انسان ملک الموت میبینه و انسان روحش قبض میشه دیگه. در اینجا هست که الله متعال در سوره قیامت آیت 26 میگه که کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. اینجا چی میشه؟ فلا الى ربک یومئذ المساق، یعنی این وقت جان کندن است که به طرف پروردگار انسان میره. اینا میگه فلا صدق ولا صلى، همین شخصی که در وقت جان کندن عذاب ها را میبینه، این کسی است که تصدیق نمیکرد قرآن و سنت، ولا صلى و نماز هم نمیخوان، ولکن کذب و تولی، ولکن تکذیب میکرد و رو میگشتن. فلا صدق، تصدیق نکرد، ولا صلى و نماز نخوان، ولكن كذب و تولی، ثم ذهب، کذب تکذیب کرد، و تولی و رو گشتان، ثم ذهب الى اهله، باز رفت به اهل خانواده خود، یتمطا که بسیار تکبر و عناد میکرد. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، دیگه برازی امی عذاب که از در اولویت قرار داره که این به یک عذاب خطرناکی چی شود؟ مبتلا شود. و ایحسب الانسان ان یترک سدى، آیا انسان فکر میکنه که او امی قسم گمان میکنه که امی قسم بیهوده گذاشته میشه؟ از این خاطر الله متعال در این آیات بر ما بیان میکنه امو حالت سکرات موت خطرناکی که بالای انسانهای بیدین میه. و در آیت 93 سوره انعام الله متعال میگه ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، ولو ترى، و اگر تو ببینی، اذ هنگامی که از ظالمون، از ظالمان یعنی کسایی که بیدین هستن، قرآن کافر شدن، سنت کافر شدن، پیغمبران رو تکفیر کافر شدن، قبول نکردن، وقتی اینا رو شما ببینید در غمرات الموت، در وقت جان کندن، والملائکه باسطوا ایدیهم، و ملائکه ها دستهای خدا چی میکنن؟ دراز میکنن، اخرجوا انفسکم، که خارج بکنین نفسهایتان را. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما سختترین عذابی را میچشین، بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به اینکه شما میگفتین به الله سخنان غیر حق، و کنتم عن آیاته تستکبرون، و شما از آیات الله استکبار میکردید. سوره انعام آیت 93. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه میگه وقتی که ملائکه برای کافران عذابای مختلف بیان میکنن که سر شما دیگه آل روحتان قبض میشه و سر شما عذابای خطرناک الهی میایه، دیگه اینجا میگه کافرها چی میشه؟ روحی از دیگه نمیخواد که از جسد از خارج شوه و به عذاب ها بره. حالا در سوره قاف الله متعال میگه که فبصرک الیوم حدید، چشم انسان در وقت جان کندن، وقتی که ملک الموت میبینه، چشم بسیار تیز میشه و ملائکه رو میبینه و ملائکه های عذاب رو میبینه و کل از اینا رو میبینه که اینا آماده از این هستن که روح از این به بسیار سختی بگیرن. بالاخره روح از این میگه در تمام بدن از این چی میشه؟ تیت میشه. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه میگه که روح از این تیت میشه، ملائکه باز اونا رو زده این زده میرن، اخرجوا انفسکم، میگه بکشین روحتان رو بکشین، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما عذاب بسیار سخت اهانت باره میچشین، بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به سبب از اینکه شما سر الله غیر حق میگفتین. اینا کسایی که سر الله تهمت میکنن، کتمان میکنن و بسیاری چیزهای دین پت میکنن و یا چیزهای اضافه میکنن، اینا یا کلشان در وقت جان کندن سرسختترین عذاب بر از اینا چی میشه؟ بر از اینا آماده میشه. چرا؟ اینا بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. غیر حق سر الله چی است؟ که مثلا در ذاتش تهمت بکنن که پسر داره یا دختر داره یا نازدانه داره یا شریک داره یا مثلا سکرتر داره یا مقربین داره. اینی کارا هست. این برای قبر پرستا و مثلا برای بت پرستا و برای کسایی که انکار میکنن از وجود الله که نیست،
اینا رو تمام از اینا رو به کسایی که شرک میکنن در صفات الله، در ذات الله، در نامهای الله، در عبادت الله و یا مثلا بدعت های را ایجاد میکنن، سر الله تهمت میکنن دیگه. اینا حالتشان در وقت جان کندن بسیار سخت میباشه. این عذاب اول از جان کندن شروع میشه که عذاب همین وقت سکرات الموت از اینا، جان کندن از اینا بسیار سخت میباشه و ملائکه اینا رو زده میره و زده میره و زده میره و به بسیار سختی، مثل که یک درخت ریشه دار از زمین بکنی همین روح از یا به بی سختی و تراب کشیده میشه. و باز در احادیث در مورد عذاب های از اینا بسیار زیاد بیان شده است. قسم دوم عذاب قبر و برزخ است. عذاب قبر و برزخ، در عالم برزخ بازی که روح از اینا قبض میشه، انسان چی در قبر باشه همین عالم برزخ میگه، از وقتی که روح انسان گرفته میشه تا وقتی که دوباره انسان بعث میشه و زنده میشه در میدان حشر. اینجا همین زندگی که در اینجا سی زندگی برزخ است. الله متعال میگه النار یعرضون، الله متعال میگه که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. النار، الله متعال میگه که آتش یعرضون علیها پیش کرده میشه بر آنان، غدوا و عشیا، صبح و شام. آتش برشان صبح و شام پیش میشه. و یوم تقوم الساعه، و وقتی که قیامت میشه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. باز الله متعال میگه که سخت‌ترین عذاب برای کی بتین؟ برای آل فرعون بتین. آل این جمعی آیت شریف درباره کافرایی که از آل فرعون و فرعونی ها بودن. فرعون ها در هر زمان است. هر کسی که قانون ضد شریعت الله را اطاعت میکنه و یا میخواد دیگران را این قانون ضد شریعت الله را سرشان تطبیق بکنن، چی تطبیق بکنن چی خودش اطاعت بکنن، این کلشان چی میشن؟ در هر زمانه اونمو فرعونی ها هستن. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو جهل گفت که فرعون امت من ابو جهل است، یعنی فرعون موسی علیه السلام او فرعون بود و فرعون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو جهل بود. این حال اینجا آل فرعون که در اشد عذاب داخل میشن در روز قیامت. ببینید از این آیت قرآن علما استنباط میکنن عذاب قبره، که به اساس آیت قرآن عذاب قبر هست. عذاب قبر هست به اساس آیت قرآن، چرا که آیت قرآن میگه که النار یعرضون علیها، نار یا آتش که است این پیش میشه بر از اینا غدوا و عشیا، صبح و شام. در کجا؟ در قبر، در عالم برزخ. و یوم تقوم الساعه، ببین و بعد از اینکه باز روز قیامت که شود، باز الله متعال میگه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کنید آل فرعون در سخت‌ترین عذاب. اینال النار یعرضون علیها غدوا و عشیا چه وقت است؟ این در قبر است. این چه وقت است؟ در عالم برزخ است، پیش از اینکه انسان بعث شود. پس اینال این آتش که صبح و شام بر از اینا پیش میشه، این خطرناکترین عذاب است که اینا در قبر میبینه انسان های بیدی. اینال هر کس باید متوجه باشه که من کاری باید بکنم که در قبر اینی عذاب برای من متوجه نشه. قسم سوم عذاب نفخ است. عذاب نفخ چی است؟ یعنی وقتی که در سور پف کرده میشه. و یوم ینفخ فی الصور، الله متعال در سوره نمل آیت 87 میگه که و یوم ینفخ فی الصور، و روزی که پف شود در امو سور، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، وحشت زده میشن تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستن، الا من شاء الله، مگر کسی که الله بخواد. در غیر از این دیگران رو ببینید کلشان در حالت وحشت و دهشت میشه. ایناله و کل اتوه داخلین، و همه به الله من بسیار با عاجزی. و در سوره قاف آیت 20 میگه و نفخ فی الصور، و در سور نفخه میشه، ذلک یوم الوعید، این روز است که وعده داده شده. قسم چهارم عذاب روز قیامت است. الله متعال میگه هل اتاک حدیث الغاشیه، سوره غاشیه آیت اول، هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا بر تو آمده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر روز پوشاننده به عذاب؟ این روز کدام روز است؟ روز قیامت است. وجوه یومئذ خاشعه، بعض روزها هستند که در این روز بسیار خوار و ذلیل می باشه. یعنی آدم بیدین در روز قیامت خود به خود چون جان کندنش بسیار به سختی تیر شده، در قبر بسیار عذابا را دیده،
آل در روزی که مثلا نفخه میشه، آل روز قیامت میشه، این چون عذابای زیاده میره. الله متعال میگه این دیگه بسیار هم تو خوار و ذلیل و تکت تکه هست. عاملت ناصبه. عامله چی مانا؟ یعنی میگه این وضعیت ازی خراب میشه مثل ازی که تمام یک نفر مثلا یک هفته متواترش خو نکرده باشه، کار کرده باشه و کار کرده باشه، ببینیش متکت تکه است، چشماش پرسید وضعیتش خراب است. اینمی مردمای بیدین در روز قیامت عاملت ناصبه، مثل کسایی که زیاد کار کردن و مثل کسایی که زیاد رنج کشیدن اما تو وضعیتشان خراب می باشن. تصلا نارا حامیه، باز روز قیامت اینا داخل میشن یا انداخته میشن در آتش بسیار سوزنده. همین قسم الله متعال در سوره مرسلات آیت 30 میگه که انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب. برای زیرا گفته میشه که وقتی اینا بسیار سختی روز قیامت است و یک نیزه امی آفتاب به سر انسان نزدیک شد به اندازه یک نیزه، بسیار نزدیک است، مغز سر انسان را جوش میه. در این وقت اینا یک سایه میپالن. الله متعال برشان میگه که انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. برای اونجا یک سایه هست که 3 شعبه داره، 3 بخش داره. لا ظلیل ولا یغنی من الله. یک صفتش چی است؟ که هیچ در او سایه نیست، جایی که شما میرین سایه دار نیست. ولا یغنی من الله، از گرمی هم شما را نجات نمیده. یعنی یا در جای روان میکنه که نه سایه باشه و نه هم اینا از همون گرمی و حرارت اینا را نجات بده. و در جای میره که اینها ترمی به شرر کالقصر، که اتو جرقه ها میکنه. شما اگر دگان وقت مثلا همین زغال دیده باشین که پکه میکنه، همین جرقه ها از پیش ازی چی میشن؟ اتو جرقه ها میشن. میگه اتو جرقه های اینجا از آتش از همین چیز برای مبراید کالقصر، مثل یک تعمیر بزرگ. یعنی کلام کتا کتا جرقه هاست که فرق انسان بخوره هم درش میده. که انه جمالت صفر. میگه این مثل چی است؟ میگه مثل شترهای زرد رنگ. یعنی همین جرقه ها هم تو میگه باد شده میره مثل شترهای کتا کتا. در این فرق از یا خطا بخوره الله حفظ بکنه در روز قیامت. این برای نوی مشرکین است، کفار است، مرتدین است، بیدینا و این مردم است. ویل، الله متعال میگه هلاکت است یومئذ للمکذبین، برای تکذیب کننده ها. دیگه سختی که هست برای انسان هایی که دشمن توحید هستند عذاب میزان است. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه، هر کسی که خفیف شد میزان اعمال نیک از او، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسایی هستند که در نفسهای خود خساره کردند. بما کانوا یظلمون، به سبب چی؟ به سبب ای که اینا ظلم میکردن. دیگه عذابی که بر از اینا داده میشه در وقت چی است؟ توزیع دفاتر اعمال است. الله متعال میگه در سوره الحاقه آیت 25 و اما من اوتی کتابه بشماله، برای هر کسی که دفتر اعمالش به دست چپش داده شود فیقول یا لیتنی، بازی میگه ای کاش که لم اوت کتابه، این کتاب نمی بود، هیچ کاش که برای من این دفتر اعمال داده نمیشد. یا لیتنی باز فایده نمیکنه. و اما من اوتی کتابه بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادری ما حسابیه، کاش که من هیچ حسابای من نمیدم. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش این مرگ فیصله کننده می بود. یعنی مثل حیوانات را همون میمردیم دیگه هیچ پس زنده نمیشونیم. دیگه بسیار وضعیتش خراب میشه. باز چی میگم؟ ما اغنا عنی مالیه، چه قمه پشت مال و پشت پیسه و دارایی و گپا زحمت کشیدم، هیچ برای من این مال ما فایده نکرد. هلک عنی سلطانی، او قدرتی که من داشتم، قدرت سیاسی که من داشتم که خود طاغوت جور کرده بودم، خود فرعون جور کرده بودم، او سلطنت ما هلاک شد، از بین رفت. خذوه، بگیرینش، فغلوه، پس او را چی کنین؟ خذوه، او را بگیرین، فغلوه، پس او را در زنجیرها بسته بکنین. ثم الجحیم صلوه، باز در آتش جهنم او را چی کنین؟ داخل کنین. ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، باز این را در یک زنجیری بسته بکنین که 70 متر اما طول از او هست.
چرا این عذاب ها برازی است؟ الله متعال میگه انه کان لا یؤمن بالله العظیم. این شخصی بود که به الله ذات با عظمت است ایمان نداشت. ولا یحض علی طعام المسکین، و مردم بر طعام دادن مسکین تشویق نمیکرد. میگه که مسکین از بیچاره هست، خوار است، یانوس اونا را که لغت میزد و بی تفاوت بود. فلیس له اليوم هاهنا حمیم. در اینجا باز برازی هیچ حمیم، دوست، حمایتگر نیست. ولا طعام، و طعام هم نیست الا من غسلین. اگر برازی کدام غذا داده شود، آب داده شود، او چی است؟ امو زرداب خونی که از دوزخی ها هست او برازی داده میشه. العیاذ بالله. لا یأکله الا الخاطئون. ایده نمیخورن مگر انسان های خطاکار. قسم ششمش است؟ مرور و دخول جهنم است. الله متعال میگه فوربک لنحشرنهم الشیاطین. الله میگه فوربک، قسم است بر رب تو که لنحشرنهم، اینا را حشر میکنیم، و شیاطین، و شیطان هایی که اینا از او پیروی میکردن اونا را هم حشر میکنیم، جمع میکنیم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. هم تمام از اینا را حاضر میکنیم در اطراف جهنم خوار و ذلیل. ثم لننزعن من كل شیعه. باز میکشیم از هر گروه، از هر تعداد از اینا گروه هایی که ایهم اشد علی الرحمن عتیا. اول امو کسایی که بسیار کت الله دشمنی سرسخت داشتن و بسیار سرکش بودن. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. الله میگه ثم باز ما لنحن، ما با عظمت و قدرت خود، اعلم بسیار میفهمیم بالذین هم، و کسانی که اونا مستحق ازی هستن که اول در آتش جهنم داخل شود. استغفر الله و اتوب الیه. و این منکم الا واردها. در اینجا علما چی میگن؟ میگه این آیت قرآن نمیگه که و این منکم معنی است هیچ کسی از شما الا واردها، مگر که به دوزخ وارد میشه. کان علی ربک حتما مقضیه. حتما پروردگار تو این عمل انجام میده. بعضی علما میگن که منظور از ورود دخول است، یعنی داخل میشه در جهنم کلگی. لکن باز او کسایی که مؤمن هستن اینا را الله مثل ابراهیم علیه السلام واره از آتش دوزخ نجات میکنه و آتش دوزخ اینا را نمیسوزانه. یک تعداد علمای دیگه میگن که نه، منظور از اهمی ورود که هست داخل شدن در عذاب دوزخ هست، لکن وقتی که از اینجا هر کس داخل میشه الله متعال هر کس به اندازه همون تقواش نجاتش میده، اون میره به طرف جنت. و یک تعداد دیگه که کافرها و بیدینا هستن اونا باقی مانن. و بعض علمای دیگه میگن که این قول زیادتر اکثر علما و اکثر دلایل به نزدیکتر است، میگن که منظور از ورود همون پل است که بالای دوزخ است. یعنی کل از امیر میدان حشر وقتی که کس میخواه که به جنت برن، این دیگه از این پل که در سر دوزخ است از این تیر میشه، ورود میکنن. و کسی هست که مثلا بعضی کسا باز 3 قسم مردم میشه. یک طایفه مردم میشن که همون تو بدون از اینکه مثلا برش کدام مشکل باشه از این سر صراط تیر میشه و جنت میده. و یک تعداد مفته و میخیزه بالاخره عذاب میبینه به اندازه هم گناههای خود، بالاخره به جنت میرسه. و یک تعداد دیگه که کافرها و بیدینا و طرح هستن اونا در مرحله اول در دوزخ مفتن. از این خاطر الله متعال میگه ثم ننجی الذین اتقوا، باز ما نجات میتیم کسانی را که تقوا داشتن، و نذر الظالمین فیها جثیا، و ظالما را در اینجا مدت زیاد میمانیم. قسم هفتم عذاب‌های رنگارنگ دوزخ است که برای کسایی که دشمنی با توحید میکنند متوجه باشند که این عذاب‌های سخت برشان در دوزخ است. مثلا الله متعال در سوره بقره آیت 2 میگه که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در قلب‌هایشان مرض است و الله مرض‌هایشان زیاد میکنه. ولهم عذاب علیم. سگلی این عذاب دردناک است بما کانوا یکذبون. دیگر جای در آیت قرآن میگه که باز بر از اینا وعذبهم عذابا شدیدا. در آل عمران 56 عذاب شدید بر از اینا در دنیا و آخرت است. قسم سوم عذاب اشد است. و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. در روز قیامت با سخت‌ترین شدیدترین عذاب. در دیگه تو قرآن عذاب عظیم گفته که عذاب عظیم است و لهم عذاب عظیم. و در دیگه جای عذاب مهین گفته، یعنی عذاب توهین کننده.
وللکافرین عذاب مهین. البقره آیه 90. دیگه عذاب حریق گفتن، ذوق و عذاب الحریق، آل عمران 181. و دیگه جای عذاب بدون تخفیف است که خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی بدون تخفیف، لا یخفف عنهم العذاب. دیگه عذاب مقیم است، الله متعالی گفته ولا هم عذاب مقیم، مائده آیه 37. و دیگه که عذاب پایان ترین جای دوزخ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در پایین ترین درجه دوزخ هستند. و عذاب زنجیر هاست و عذاب گلوگیر و دردناک است و عذاب حطمه هست که این آیات زیاد آمدن که الله متعالی در سوره کلا لیمدن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده. اینی عذاب های زیاده که کلش به سبب دشمنی به اساس توحید میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.